سلام، علیرضا راشا هستم، ترانه‌سرا و آهنگساز. میخوام بهتون ترانه‌سرایی آموزش بدم. بخش اول، انتخاب موضوع. به طور مثال میتونه عاشقانه یا شکست عشقی باشه که شما میتونید از قوه تخیلتون استفاده کنید یا تجربهش کرده باشید. بعد از انتخاب موضوع ما باید تعداد سیلابامون رو مشخص بکنیم. به طور مثال من تو رو دوست دارم، من بهت وفا دارم. من تو رو دوست دارم 7 تاست، من بهت وفا دارم 7 تاست. اینا باید یکسان باشه. میخوام یه مثال موزیکی برات بزنم. جناب آقای معین تو یکی از موزیکاشون میگه توی آسمون عشقم غیر تو پرنده‌ای نیست، توی خاموشی لب‌هام جز تو اسم دیگه ای نیست، توی آسمون عشقم 8 تا غیر تو پرنده ای نیست. 8 تا. اینا باید یکسان باشه. این بخش رو تمرین بکن تا بخش بعدی 0 تا 100 ترانه رو با من یاد بگیر. منو فالو بکن تا آموزش ها رو از دست ندی.